هر دو دسته و صدای اشتکی داوری مرکز بلند گردید. فوتبالبازی دسته رگارتا دست نوی لباسوی این دسته هم پیشنهاد میشد. اولین هجوم خطرناک فوتبالبازی دسته میزبان، امکانیت خیلی عمالی است، وضعیت خطرناک، ضربه و گل. سنوی ضرور بود تا اینکه فوتبالبازان رگارتا دست با پیش برایند و این است همه گل تیزترین در لیگ دست یافتند. حالا توجه میکنیم به نوار تکراری. بازم اشتباه از طرف دروازه‌بانی سرافشان حسین عزیزов نتوانست که توپک تو به او رسیده بود اون رو برطرف سازد. بعدا گل رو فوتبالبازی دسته رگارتا دست با توری دروازه او در یک مدت کوتاه دو حمله خود رو سازمان داده توانستند فوتبالبازان این دسته. امکانیت نوبتی ضربه پشنوک و ببینید فوتبالبازان رگارتا دست چطور مشکلی میکشند در حالت برطرف کردن ضربه و گل. بسیار هم گل زیبا و دیدنی در اجرای کاپیتانی دسته. گویم حقوقی البته برابر کردن حساب رو کایها پیدا کردن و بالاخره به این مقصد و هدف خود هم رسیدند. بهروز خیریف در این وضعیت فکر میکنم مقصر نیست و همزمان از او کار ساخته نبود در این لحظه. پای خود نگاه دارند. ایلهام جان براتوف میتوانست پس بدهد اما نه، ضربه او از مسافه دور و بهروز خیریف سری وقت تحسین و آفرین خوندن هم هست. اینجا وقتی ایلова کرده داور هم به انجام میرسد و صدای اشتکی داوری مرکز بلند میگردد. من برمیگردیم به قسمت دومی بازی دسته فوتبالبازان رگارتا دست. از آغاز قسمت دوم به مانند نیمه اول فعالی خود رو نشان داده ایستادند. حالا امکانیت است برای ادامه دادن حمله. ضربه زده میشود یا نه؟ خیلی هم ضربه زیبا و گل. گلی باز هم زیبا در اجرای فوتبالبازان دسته رگارتا دست. هجومی که از سوی فوتبالبازان تیم میزبان راه اندازی شد با گل زده شیرزاد محمدیف خاتمه می‌یابد و این فوتبالباز دوبل را به نام خود ثبت میکند. از دو دست شیرزاد محمدیف تحت شماره 27 اما او امکانیت خود را خوب استفاده کرد و با کنج بالایی دروازه ضربه زد که در اون وضعیت بر مقابل او نتوانست ایستادگی کند. حمایتگر دلاور بویکوزی. تکرار این هجوم رو اگر شما دیده باشد امکانیت‌های خوب داشت. عکس هجوم فوتبالبازان رگار امکانیت خوب است. 3 بر مقابل 2 نفر امکانیت عالی اینجا میتواند به وجود آید. فرصت خیلی هم خوب، ضربه اجرا کرده میشود و گل. حساب 3 بر 1 شد. رگارتا دست در برابر استرافشان با زدن گل سوم خود هم موفق میشود و تغییراتی کرده مربی اینجا کار داد، چرا که دلاور شوقانیف نفری که در آغاز قسم دوم با میدان برآمد با زدن گل سوم دسته میزبان دست می‌یابد. حاجی اکبر روزاقوف بازیگری بود که با دلاور شو پاس انجام داد در این وضعیت. بعد یعنی که 3 نفر به هجوم رفتن. تکرارا می‌بینیم این پاس رو و با یک ضربه نشان راست توپ رو با توری دروازه حسین عزیزov وارد کرد دلاور شو غنیف. اینجا ببینید توپ رو جانب دستان حسین عزیزov دروازه‌بان دسته سرافشان رفت اما این دروازه‌بان نتوانست به توپ رسد و اون رو در میدان خود 1 بر 4 از فوتبالبازان جوان تیم سرافشان دچار شکست شد. اگر با موقع گیری اینجا اشتباهی نوبتی دروازه‌بان ضربه و گل. داور مرکز اون رو به اعتبار میگیرد و در این لحظه ببینید علیار اشور محمدov چگونه دو دست خود رو بر رویش برد و این اشاره از آن بود که البته شاگردان او در چنین وضعیت به اشتباه بسیار کودکانه و نابخشیدنی راه دادند، مخصوصا باز هم دروازه‌بان تیم. واقعا ما از آغاز این گزارش درباره دروازه‌بان حرف زدیم. ببینید چی کار میکنه دروازه‌بان. اینجا اصلا قاعده ویرانکنی نیست، باید به زمین نفته دروازه‌بان بلکه ادامه بدهد مبارزه رو. فوتبالبازی دسته رگارتا دست شیرزاد محمدیف عموما با اون نرسید. همین طور در حساب دو فوتبالبازی رگارتا دست اینجا دوبل ثبت میشود. دیلو شورا کرده مکنون در حساب استرافشان در عموم 6 امتیاز است در رقابت‌های دسته‌های جوانان دسته‌های لیگ اولی فوتبال کشور و استرافشان مثل استقلال و لوکوموتیو کومیر از جمله دسته‌های پیشرفت میباشد. اکبر شلداری آرش برای قاعده ویرانکنی که داشت از سوی داور مرکز با کارت زرد جزا داده میشود. به تکرار این حالت رو ببینیم. بله همین با 5 لحظه ها در جریان این گونه بازی ها
танҳо ба пеш бурдани даста низ кори бисёр мушкил аст. Ба ҳар ҳол футбол ҳанӯзам бозии даставӣ боқӣ мемонад. Баротов метавонист ки ба ин бозӣ нуқтаи бисёр аҷоибу зебоеро гузорад, аммо зарбаи ин дафъаина иҷро кардааш хело ҳам баланд ва хато буд. ҳамин тавсада уштаки довар баланд мешавад ва яке аз бозиҳои ҷолибтарини даври сеюми лигаи олии мамлакат бо иштироки дастаҳои Регарта Даст ва Иса Равшан ба нафи дастаи Регарта Даст бо ҳисоби 4-1 ба анҷом мерасад. Тамоми мухлисон ва тарафдорони Регарта Дастро бо аввалин ғалабаашон дар мавсими кунунии лигаи олии футболи кишвар табрик мегӯем ва ба Иса Равшан умедвори он мешавем ки ин даста бозии муайяни худро пайдо мекунад ва ҳатман боз ҳам рақобатпазир будани худро дар бозиҳои дигар исбот хоҳад кард.